فیلمی که الپاچینو هر روز قبل از شروع به کارش نگاه میکنه تا نکات حرفه‌ای رو از اون یاد بگیره. تو کجاست؟ ساکت باش دیوونه، اونجا خوابیده. این چیه دستت؟ خواهی با این خفش کنیم؟ با این مترکب خفش کنیم زودتر. زن با افکاری پلید عشق پنهانش را ورود میدهد تا همسر خود را بکشد. مرد کیر به دست از توف به دست ورود میکند، ولی زن آلتی جدید از کسخر را در اختیار قاتل میگذارد بلکه شوهرش را در جا بکشد. این چرا خفه نمیشه؟ لعنتی چرا دست و پا نمیزنه؟ مرد فشار کنان سعی میکند مرد را بکشد تا زنش را جر بدهد. کیر سیخ و کسه سیخ عامل اصلی این فیلم میباشد. وای اینجا که کسی نیست. مردی نمایان کونی، وای خارکسته چه استایل سیس نگرانی و استرسی داشت. اونی که نقشه مرگشو کشیده بودید اینجا بازه روبروتون تا جفتتون از پا در بیاره. ریدم تو اون کسی که اون تیشرت رو دوخت و به شما فروخت. ریدم تو اون بالش هایی که آن پنبه زن جاکش درست کرد و به شما فروخت. ریدم تو اون لامپ، ریدم تو اون دیوار، ریدم تو اون نکاب، ریدم تو اون تتو آرتیستی که تتوی کیری رو بدن شما زد. خارتون رو گاییدم. کیری آقا چه فیلم کسشری می‌سازید بابا؟ یه باش کونی ریدید تا این محتوای کونی از کجا میارید ها؟ نه کارتون چون خیلی قشنگ بود من کف کردم. کونی ها